بود. چه خوش بود روزگار خرسواری، درشکه بود و اسبی بود و گاری. پژو پارس رضاخان نرخرش بود، دو کابین رجبکور از ترش بود. نه کس در خانه اش پارکینگ خر داشت، نه از بیمه نه از لاستیک خبر داشت. نه بی خود کس به خرها گیر میداد، نه یک خر عده‌ای را زیر میداد. خری راه خری را سد نمی کرد، چرا قرمز را خری رد نمی کرد. راننده خر حواسش فرت نمی شد، کسی با خر به دره پرت نمی شد. کجا تا حال شنیده کس خبری، که خورده شاخ به شاخ خری به خری. سفر با خر اگرچه که دراز بود، ولی کوتاهتر از صفهای گاز بود. نه از بنزین نه از گاز بود خبرها، نداشتیم دود در اکسوز خرها. خداییش خرسواری خیلی خوب بود، کلاج و ترمزش یک تکه چوب بود. نه تکچرخی نه ویراجی نه بوغی، نه سبقت نه ترافیک شلوغی. نه خرتازی خر بود در بیابان، نه سرعتگیر خر بود در خیابان. همه از خر میکردیم استفاده، نداشتیم این همه فیس و افاده. خر پولدار و بی پول مثل هم بود، فقط کولر نبود در روی خرها. خر ما پالونش بسیار شیک بود، با اوصار فرمونش هم هیدرولیک بود. اگرچه جنس پالونش نمد بود، سواریش بهتر از هر ال90 بود. به جای این همه سیستم و سیدی، فقط ارعر خر میشنیدی. در اینجا گفته باشم تا بخندی، خر ما عرعرش بود مثل اندی.